چی بود؟ یکی اینکه در بچگی این فهم و فراست یا نبوت. دوم بسیار مهربان، دارای رقت قلب و حنانا من لدنا، از جانب ما دارای رقت بود، دارای مهربانی بود. و زکاتا، و همچنین دارای پاکیزگی بود، پاکیزگی اخلاق، چه انسان پاکیزه و شایسته بود. و کان تقیا، و همچنین متقی بود. زکات، پاکیزگی اخلاق، تقیا با تقوا در حقوق الله، و برا بوالده در حقوق العباد، یعنی همه حقوق را من و عن به صورت کامل انجام میداد. و برا بوالدیه، و نسبت به والدینش نیک بود، بار بود. ولم یکن جبارا عصیا، و انسان سختخو و زورگو و نافرمان نبود، اخلاقش تند نبود، عصیان در وجودش و در اعمالش نبود. لذا الله عزوجل این بنده را با این مواصفات مورد تکریم قرار میده. و سلام علی، سلام بر او، سلام بر یحیی یوم ولد، روزی که متولد شد، و یوم یموت، روزی که میمیرد، و یوم یبعث حیا، روزی که زنده میشه دوباره. یعنی در اون روزی که متولد شد هم در زیر چتر رحمت الهی، روزی که از این دنیا رفت همچنین، روزی که برای معاد و آخرت برمیخیزد هم جز اون بندگان خاصی که رحمت ویژه بر اونها میبارد. صدق الله مولانا العظیم.